سلام و خوش آمدین همتان عزیزایم به ولاگ زیبای امروز. و من بسیار از دخترها میگه از طریق چادر پوشیدنیت ویدیو بگی میفهمین تا حال ما چرا نگرفتیم، چون بسیار آسان است. باز پسان سرمرش خندی نکنین که آسان بود تو بود. اما یک ویدیو براتون میگیریم و میگن چرا میشید اسکاول تا میگیریم. من اسکاول زیاد دارم اما امروز راحت هم است، میگم تا کنده نشم اگر اسکاول نمیگیریم. و از پیج فروغ استور با من یک خنقاق بسیار زیبا را روان کرده کی خزانی هم است، تکیش بسیار خوبش است. ما براتون عکس شده بالا موندیم، پیشانم تگ میکنم، میتونین ازشان خرید کنین. جنس های بسیار با کیفیت و خوبش داره به قیمت بسیار مناسب. و بعد سالگری از یک دوستم سالگری خوارش بود که من خوار از بسیار دوست دارم، من کمیش میرم بسیار به من محبت میته. برش من که گرفته بودم توفه گرفتم که میفهمین من یادم رفت من اونجا براتون ویدیو بگیرم. و بعد از اون امرای مادرم رفتیم یگان چیز کار داشتیم سودا گرفتیم که من 56 کیلو شدم. من فکر میکنم من باید وزنم کم شده بره چون مریض هستم. دوستم 61 کیلو شده. وای محترم ببینین چقدر زیباست. من عاشق از این موتر شدم. رسیدیم منطقه ما خورم گفته بود با من از شورنخود بگی برای شورنخود گرفتیم و این چند وقت موی ما به اندازه زیاد میره. من اسم میکنم کال شدیم به خاطر من از این محصولات استفاده میکنم. یک چند وقت نتیجه بسیار خوب گرفتیم اما بازم یکم نتیجه دقیق‌تر بیریم همراهتان معرفی میکنم که از کدام پیج میتونین اینا رو بگیرین. و بعدش آمدم دیدم که خوارم درس میخونه. من یکی دیگه گفتم به من سیب ریزه کو. ببینین وقت نداشت دیگه حسابشم خراب بود. سیب به من چی رقم ریزه کرد. گفتم بازم خیر ببینید دیگه آمدم در این برنده یک شتم گفتم سیبم بخورم یکم چرتم بزنیم چون من زیاد چرتیستم.